در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. ما به کندوکاوی یک نکته می‌خواهیم بپردازیم که افغانستان چرا به این روزگار مبتلا شده است. دختران جوان ما از دانشگاه و لیسه ها ممنوع شده. خدمت همه بزرگوارا مجددا سلام عرض می کنم. مسئله حمله کشور پاکستان مانند اسرائیل که اتفاقا با اسرائیل دو قلو هستند تو ردم بگویه، ایره نشان میده که واقعا بر اشیانه کسی حمله کردن مقاومت میخواه با وجود آمده بوده و از روز اول از روزی که جنرال کوامیتوم جنرال انگلیسی بود اولین ارتش پاکستان را به وجود آورد، ریاست اولین ارتش پاکستان را به عهده داشت. خب بالاخره وقتی که عمران خان خبر شد ایره گرفتن، یک جلسه دایر کردن در پیشاور برشان، گفتن که شما کابل گرفتین، چی میکنین این معاهده دوحه را؟ در حالی که در همین معاهده دوحه یک معاهده استخباراتی بوده. تمام کسایی که حتی یغوری ها را پس تذکره و پس گذرنامه دادن، حتی ازبک‌ها را، حتی امی بلوچ‌ها را بر روی مستندات موجود است که چندین مقام استخبارات در غرب افغانستان مقامات بلندپایش از جیش العدل بلوچ است. و یک تشکر از جناب استاد. مسئله را که ما هم می‌خواستم کمی به اون تماس بگیریم، برای جنابشان بسیار مشرح توضیح دادن، دیگه نیاز نیست که ما به اون پردازیم. ماهیت جنگ پاکستان با افغانستان یا حمله، اصلا جنگ عمومی که حمله پاکستان به افغانستان بسیار مشرح و بسیار واضح و تمام کمال توضیحات دادن. ولی ما آنچه که در رابطه به این مسئله میگم، اظهار تاسف میکنم. اظهار تاسف از این میکنم که در این چند روزی که همی حمله آغاز شده یا همی اختلاف بین افغانستان و پاکستان به میان آمده، میبینیم که با این که یک شای متجدد است میخواد، ولی چون ضعف رهبری وجود داره، چون هنوز آشنایی طوری که باید و شاید در یک اجتماع شناسایی وجود داشته باشه و شناسایی وجود نداره، اصلاحات هم که میخواد اصلاحات قبل از وقت است، همین خودش یک نوع ضعف رهبری است. بعدش ما میایم به دوران نادرخان میبینیم، پادشاهی نادرخان میبینیم. اینا علاقمندیش تعدادشان دهی است که سلطنت قوت ببخشند، ولی هیچ وقت در پی از این نیستن که یک هویت ملی ایجاد، چون تقویت سلطنت ناعادلانه بوده، از لحاظ یعنی به شکل عادلانه صورت نمیگرفته، مسائلی که باید در نظر گرفته میشد در نظر گرفته نمیشد. بنان اینمی مسئله اینمی باعث میشه که مردم دوباره هنوزم به لایه‌های قومی و قبیله‌ای برگردند. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده‌ها و همسو با حقیقت. با نام و یاد خدای بزرگ. در دنیای امروز پیچیدگی‌های فراوان به وجود آمده است. تحولات بزرگی که یکیش به سرنوشت ملی ما ارتباط دارد و یکی هم به سرنوشت جهانی و مخصوصاً دنیای اسلام. اولی درگیری بین طالبان و جمهوری اسلامی پاکستان است. ما دقیق به یاد می آوریم که چگونه سردمداران پاکستان از طالبان دفاع می نمود و کارهای آنان را جهاد می خواند. اما اکنون خودشان با این مجاهدین درگیر شدند و جالب این است که افتخار می کنند که ما فلانی اهداف را دقیق زدیم. عین همین افتخار را اسرائیل نسبت به سرزمین مظلوم غزه و ساکنان مظلوم آن می نمود که ما غزه را جهنم ساختیم، ما حماس را قطعا شکست می دهیم. اما بعد از 2 سال خونریزی و کشتار اطفال و زنان بیگناه دیدیم که هیچ یکی از خواسته های اسرائیل برآورده نشد جز ضررهای اقتصادی که نصیب دولتشون شد و ناآرامی روانی که برای دنیا به وجود آورد، تا حدی که اکثریت موافقینشان دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. این به رسمیت شناختن ها چی سود خواهد داشت یا نداشت یک طرف، اما آنچه که مسلم است مضرات این جنگ است که قرنها
و نسلها دوام خواهد نمود. و همچنان بازی که با سرنوشت ملت ما می شود تا کی تحمل خواهد نمود مردم ما. گرسنگی مردم مضاعف می شود، مرزها بسته می شود. ما امیدوار بودیم که طالبان صلح به افغانستان به ارمغان بیاورد، اما متاسفانه می بینیم که با رفقای خیش نیز درگیرند. ما به کندوکاوی یک نکته می خواهیم بپردازیم که افغانستان چرا به این روزگار مبتلا شده است. دختران جوان ما از دانشگاه و لیسه ها ممنوع شده است. تحصیل را برایشان حرام کرده است با وجودی که حکم شرعی و دینی است. در این دو برنامه مشخصا صحبت نماییم که علت ویرانی افغانستان و از همپاشیدگی اجتماعی بدان امید که این از همپاشیدگی ها قابل ترمیم باشد و دیوار اعتماد ملی ما بار دیگر بلند شود زیر پرچم واحد در جغرافیای واحد. همه این مسائل خود را خودمان با نیروی خود، با عقل خود حل و فصل نماییم. به همین امید پای سخنان بزرگواران می نشینیم که در این جلسه حضور دارند. امروز 15 اکتبر 2025 23 سنبله 1404 هجری شمسی است. اگر اجازه باشه استاد بزرگوار مایک به شما تقدیم کنم. شما کیره منظورم شما بودین استاد. سلامت باشین. خدمت همه بزرگوارا مجددا سلام عرض می کنم. مسئله حمله کشور پاکستان مانند اسرائیل که اتفاقا با اسرائیل دو قلو هستن تو ردم بگویه، ایره نشان میده که واقعا بر اشیانه کسی حمله کردن مقاومت میخواه. خوشبختانه در غزه مردم مقاومت کردند و خون بر شمشیر غالب شد. در افغانستان متاسفانه که پاکستان استراتژیش طوری بوده که باید دائم در مرزهای هند و مرزهای افغانستان، البته این استراتژی استعمار انگلیس بوده، ماجراجویی باشه و بالاخره به یک حالتی رسیدند که حس یا حرص توانمندی هایش زیاد شد و بالاخره خواستند که این نوع وانمود کنه که هرگاه در افغانستان یک کشوری به وجود میآید باید دائم سیاست خارجیش بر میز سازمان استخبارات پاکستان تدوین شود. ولی این کار ادامه یافته، نتانستن و موفق نشدن به دلایل گوناگون. موقعیت جغرافیایی افغانستان طوری بود که از یک طرف روسیه، چین، ایران بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان، اما در غزه کشورهای به اسم اسلامی بودند که اونها تانستن در برابر عزائم استعمار جهانی به سرکردگی ایالات متحده امریکا و با مداخله مستقیم جنایتکاران چون نتانیاهو غالب شوند. اما در افغانستان متاسفانه ما نتانستیم که غالب شویم، تا هنوز هم جنگ ادامه داره. خب اتفاقا ای که چرا طالبا روی کدام معیار، کدام مسئله، کدام تغییر و تحول در منطقه وجود داشت که اینها به قدرت آورده شدن، معلوم است، به همه معلوم است که در نتیجه معاهده ننگین دوحه اینها توسط یک جناح خاص در پاکستان که حکومت ملکی بوده، حکومت غیر نظامی، به قدرت آورده شدند. عمران خان به این فکر بود که وقتی که قانون اساسی حکم میکنه که میتونم رئیس ارتش را و رئیس سازمان اطلاعات ارتش را ISI را از صلاحیت‌های خودش هست، لحاظا میتواند در تعیین عمق استراتژی پاکستان هم نقش داشته باشه. ولی از آن جایی که عمق استراتژیک پاکستان بر مبنای یک ماجراجویی بسیار صریح و عمده به وجود آمده بوده و از روز اول، از روزی که جنرال کوامیتوم، جنرال انگلیسی بود، اولین ارتش پاکستان را به وجود آورد، ریاست اولین ارتش پاکستان را به عهده داشت و اولین مرتبه هم سازمان
اطلاعات ارتش پاکستان یا ISI را در اونجا هم به وجود آمد. در اونجا به صورت واضح و غیر اعلام شده نگهبانان تعیین شدن برای عمق استراتژیک که او ارتش بوده. تمام کسایی که به پاکستان آورده شدن، پاکستان تشکیل از مهاجرینی شد که در هند بودن و یا در دیگه کشورها بودن، در همون کشورهای آسیایی بودن، اکثرشان در هند بودن، از اونجا آورده شدند. یک کشوری به نام پاکستان برشان جور کرد. طوری جورش کرد که اولین کسی هم که همین نگهبانی میکرد یک انگلیس بود، جنرال کوامیتون بود. طبیعی است که در این صورت همه کسایی که در اونجا زندگی میکنه باید تابع همین نگهبانان باشه و یا عمق استراتژیک هم در دست اون نگهبانا باشه. هر کسی که مذهبی و غیر مذهبی فکر میکنه، چپ و راست فکر میکنه، او خواستار همون تطبیق عمق استراتژیکی باید باشه که نگهبانانش ارتش. لحاظا وقتی که طالبا آمدن اولین بار، وقتی که داود خان کودتا کرد علیه ظاهرشاه، در اونجا یک تعداد کسایی بودن در همون زمان که بسیار از مربوط به وابسته به حزب دموکراتیک خلق بودن. کودتای داوود بدون شک یک کودتای نظامی بود، اما نظامی که افسرانش جز خشونت چیزی دیگری را نمیشناخت. همه تحصیل یافته اتحاد جماهیر شوروی بود. اینجا زمانی بود که گفتن که وقتی داوود خواسته بود در دوره صدارتش به امریکایی ها عبدالمجید زابلی را روان کرده بود برای 70 میلیون دلار، امریکایی ها تن نداده بودن به او. بالاخره نیکسون آمد. وقتی که نیکسون آمد دید که در افغانستان برایشان سرمایه گذاری فایده نداره، لہذا اونها در دامن روس افتادند، اما در عین حال نمیتونستند که افغانستان را هم از نظر دور بندازه، ولی اونا را قصدن در دامن روس انداخت. خب اینجا بود که اساس انهدام یا همین پروژه‌ای که امروز طالبا مکملشان هستند یا تکمیلش میکنه، همونجا بنیاد گذاشته شد. حزب دموکراتیک خلقی به قدرت رسید. آدم‌های مثل فیض محمد که یک مردی بود از مسعود، از او طرف مرز، اما با توجه به ای که امی مردم پشتون و بلوچ در رحمان بابا و در خوشحالخان، لیسه خوشحالخان اول متوسطه بود، باز لیسه شده بودند، تحصیل میکردند، اونا هم در اونجا بودند. بالاخره آمدند در لوگر و جاهای دیگری، در خوست تذکره گرفتند و چیزا گرفتند. اما اونها به عنوان کسایی که اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان هستند وارد عمل شدند. وقتی که وارد عمل شدن، اولین حملهش سر کسایی بود که اونها مثل خودشان فکر نمی کردند، دیگر اندیش. او کی بودند؟ او کسایی بودند که اکثر جریانهای چپ و راست، مذهبی، غیر از اینکه وابسته به حزب دموکراتیک خلق می بودند، تمامشان را زیر تعقیب گرفتند، حتی اونها را در زندان ها انداختند. و یک تعدادی از این زندانی کسا رفتن به پاکستان. در پاکستان سیاست پاکستان اونجا هم به نگهبانای پاکستان، همین استراتژیش فوج بود، ارتش بود، لہذا اونها نگهبان منافع خودشان بود. و منافعش در چی بود؟ دائم یک سیاست ماجراجویانه در منطقه بازی کردند. برای این کار خود افغانها را استخدام کرد. وقتی که افغانها را استخدام کردند، یک تعداد زیاد افغانها به نام جهاد و مجاهد که از روز بد به پاکستان رفته بودند استخدامش کردند و بالاخره هر آنچه را که میخواستند سرشان عملی. و آخرین پرزهشان هم، گروپشان هم همین چیسته، همین طالباست، همین آخرین گردانش طالباست. اینها افراد خودشان بودن. منتها زمانی که مذاکرات دوحه بین امریکا و بین کشورهای منطقه، بین ناتو و امریکا و کشورهای منطقه تنظیم میشد برای اینکه از افغانستان باید کسی باشه، طالبا با عنوان نیروی که پاکستان عنوانش کردند در اونجا مطرحش کردند. این معاهده بالاخره بعد از چندین سال مذاکرات و گفتگو به امضا رسید. در امضا که رسید، اکثر متون مواد مستندات همین معاهده هم حالی که ما میبینم دلالت بر تسلیمی میکرد. مثلا مثالش براتون میگم، در یکی از مواد همون معاهده موافقت نامه نوشته شده که
طالبا هستند و خود را امارت اسلامی میدانند و امریکا به نام امارت اسلامی نمیشناسنش. متحد هستند که برای کسایی که مخالف اهداف و چی باشه، منافع امریکا و متحدینش باشه، به اونا تذکره و ویزه فراهم نمیکنه، پاسپورت و گذرنامه و چیزا رو نمیده، در حالی که صدور گذرنامه و تذکره از صلاحیت های یک دولت هستند. شما چطور برای یک گروپی که معلوم نیست به قدرت میرسه یا نه، اونها را شما به حد چی میسازین که این نوع معاهده هم باشه؟ اما چرا مذاکرات را، دولت افغانستان را چرا شامل نکردن؟ دولت افغانستان را به خاطر ازی شامل نکردن که بسیار دولت فاسدی بود. یعنی حتی اولین مرتبه ما مستند معلومات دارم، اطلاعات دارم، وقتی که مسئله چی مطرح شد و طالبا بنابر خواست پاکستان مطرح کردن که ما به حکومت اشرف غنی چی نمی کنیم، یک جا نمیشیم، مثل که آقای حکمتیار هم رئیس یک جا شد، ما او شکل یک جا نمیشیم، ما در یک مکانیزم جدیدی باید یک جا. اونا حتی برش گفتن که ما هم این حکومت را قبول نداریم، حکومت فاسد است، لحاظا در یک حکومت دیگری باید باشه. اما شما این در نظر بگیرین که تمام کسایی که در حکومت دیگری هم سهم میگیره، اونها چهره های غیر آلوده به فساد، تعلیم یافته و مربوط به هر قومی که باشه و مربوط به هر تنظیمی هم اگه باشه، منتها وزارتخانه ها و در موینیت ها نباید کار کرده باشه. همین به این شکل یک موافقت نامه شد که مذاکرات بین الافغانی صورت میگیره و امریکا این مذاکرات بین الافغانی را به رسمیت میشناسد. دولتی که در نتیجه این مذاکرات بین الافغانی به وجود میآید او را به رسمیت میشناسه، امر از او هم قرارداد میکنه. وقتی که عمران خان به صورت طبیعی و پوپولیستی مخالف همین معاهده بود، لحاظا یک جلسه ای را درست کرده. وقتی که طالبا داخل کابل شدن، شما اگر متوجه شده باشین، در روزهای اول حتی در تا 2 هفته اول اینها اینطور فکر میشد که امکان داره که اگر اشرف غنی هم گریخته، این مذاکرات بین الافغانی و این تعهداتی که برچی شده، معاهده دوحه شده، بالاخره صورت بگیره. بجای از اینکه در کشورهای خارجی صورت بگیره، در افغانستان باید صورت بگیره و در اینجا حکومت اشرف غنی نیسته، اما اون هم اردو از بین نمیره، هم پلیس هم از بین نمیره، هم قانون اساسی تعدیل میشه، نه از بین رفتن. فقط بعضی موادش که به نظام اونها چی بوده، با شریعت اسلام اختلاف او را چی میشه. خب بالاخره وقتی که عمران خان خبر شد، ایره گرفتن، یک جلسه ای دایر کردن در پیشاور برشان، گفتن که شما کابل گرفتین، چی میکنین این معاهده دوحه را؟ در حالی که در همین معاهده دوحه یک معاهده استخباراتی بوده. تمام استخبارات دنیا به شمول استخبارات جمهوری اسلامی ایران که سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر آقای دهقان یکی از سپاهای انقلابی، اعضای سپاه بود که در باعث سفیر هم داخل شده. در تمام مذاکرات او شامل بود. در پاکستان به سطح بسیار بلنده، به سطح معاون ISI که در اونجا حضور داشتن، یعنی از هر کشور به سطح بسیار بالا مسائل مطرح می شد. بالاخره در نتیجه اون مسائل بود که این معاهده به قدرت صورت گرفته بود و عمران خان خبر شد. عمران خان به صورت پوپولیستی گفت که شما قدرت گرفتین دیگه. آوردن همراه به جنرال فیض حمید که عمران خان خودش انتخاب کرده، از تمام اردویی که بوده خودش انتخاب کرده بود به حیث مرد معتمد. فیض حمید را آوردن و قدرت را برشان به نصفولی و نصف لک کردن، یعنی نیمی قدرت را برای چیزی شبکه حقانی و نیمی قدرت را هم به شورای کویته که قندهار با اونا تسلیم کردن. شبکه حقانی چرا وزارت داخله را برای چی دادن؟ برای سراج الدین حقانی؟ برای ازی که صدور گذرنامه و صدور تذکره یا کارت شناسایی از صلاحیت های وزارت داخله بود. تمام کسایی که پاکستان با یک عالم مصارف نگاه کرده بودن به خاطر فشار و یا به هر هدفی که بوده که زیادتر برای هند چی میکردن، پروژه هند بوده، نگاهش کرده بودن، اینا را همه آوردن در داخل افغانستان. اینا را آوردن، مردم فهمیدن که در زیر کاسه نیم کاسه است. حتی یک روزی را به نام طالبا برای صدور پاسپورت ها و گذرنامه ها و تذکره ها یا شناسنامه ها
به نام طالبا چی کردن که هیچ کسی نمیفهمید. تمام کسایی که حتی یغوری ها را پس تذکره و پاس گذرنامه دادن، حتی ازبکا را، حتی امی بلوچا را، بروی مستندات موجود است که چندین مقام استخبارات در غرب افغانستان، مقامات بلندپایش از جیش العدل بلوچ است. یک پروژه‌ای بوده که برخلاف خواست اساسی نگهبانان قدرت در پاکستان توسط عمران خان اینها اعمال میشه. بالاخره چون اینها به حد طالبا بسیار طایفه قدرت، شوق قدرت و ثروت را داره، لذا در نافهمی وقتی که برشان فهمیدن که قوان قدرت را برتان میتیم، وزیر استی یک آدم بی سوادی که به حیث وزیر مقرر شوه و دیگه از خدا چی میخواه و او تمام تعلیماتش هم تا خلاصه و قدوری است. و در عین حال امتحانات سویه را از طالبا مخصوصا در ولایاتی که در کابل و بعضی ولایات دیگری که مثلا در شمال در مزار شریف 2500 طالب را، حتی یک تعداد زیادش بی سواد هستند، سواد ندارن، دکترا را میته، یعنی سند دکترا برش میته. خب گرچه این مطلب هم مهم نیست، ولی اگر کسی اعتقاد و باور داشته باشه که تو دکترا هم یک چیزی هست، یعنی با علوم عصری اینا اصلا باور نداره. خب اینجا است که اینا وقتی که آمدند آورده شدن، عمران خان کوشش کرد که در توسط کنفرانس کشورهای اسلامی به عربستان سعودی گفتند که به دلیل اینکه طالبا در افغانستان به قدرت رسیده، ما باید کنفرانس کشورهای اسلامی را به جای ریاض در اسلام آباد دهیم تا یک تعداد کشورهای اسلامی مثل گذشته که در دور اول بوده به رسمیت بشناسنش و بعداً چی شود دیگه کشورها به تعامل امرش داشته باشه. اما چون این امر به خواست یا به رضایت نگهبانان اصلی قدرت که پاکستان و ارتش پاکستان است نبوده، یک روز قبل از تدویر این کنفرانس موشک‌های دوربرد و تیارای درون با کنر پرتاب کردن. در کنر خانه ملا فقیر محمد، ملا فقیر محمد که معاون TTP بود، تحریک طالبان پاکستان بود و توسط در حکومت اشرف غنی دستگیر شده بود، ای را نشانه گرفت. ای به معنای ازی بود که گویا طالبات اشاره به کنفرانس اسلامی بود که گویا طالبات هنوز هم از چیزی گروهای تروریستی چی نشده، مثل که نمیاله میبینیم. آله هر چی که عمران خان کرد نتانست کنفرانس کشورهای اسلامی او را به رسمیت بشناسد. لذا این جنگ ها ادامه داره. عمران خان را به شکل از اشکال به زندان انداخت و بسیار ابتدایی ترین مسائلی را برشان بهانه کرد، بندیش کرد. به بعض حامیان داخلی افغانستان هم که اونها حامیانی از او بودن، امو پروژه بودن، ناخواسته سری از وا هم قیودات وضع کردن، مثل که آقای حکمتیار در دوره عمران خان میتونست به پاکستان سفر کنه، میتونست در خانه زندگی کنه، ولی زمانی که طالبان به قدرت رسیدن به صورت ناخواسته این میره سرش قطع کرد. آلی هم به همین شکل زمانی که رفت آقای متقی اول در کنفرانس، وقتی که دونالد ترامپ گفت که ما بگرام را میخوایم بگیریم، چرا که با چین 1 ساعت فاصله داره، این بسیار ترس ایجاد کرد در تمام کشورهای منطقه. لذا به نام همون فرمت مسکو که برای صلح بود او را تحت عنوانی از او امیرخان متقی را آوردن و بالاخره آوردنش و از هندوستان هم خواستن که از ملل متحد خواست که امریکایی ها البته خواست که برای هندوستان هم چی کنه، اجازه بده که در سفر کنه، امین متقی به هند سفر کنه. لیکن وقتی که متقی در اونجا رفت، یک پروژه برنامه ریزی شده بوده که باید تیارهای درون که بوده که تا حال ادامه داره به افغانستان بیایه و بالاخره همون کسایی که TTP هستن، رهبرای TTP هستن، اونا را نشانه بگیر و اونا را هم تا جایی که ما معلومات داریم دقیقا نشانه گرفته بودن. و امروز هم بعضی تیارات آمدن که اونجا عملیات کردند و تیارات پاکستانی بود. هدف ما ایست که ما حتی این هم چانس نداریم که از فرصت ها استفاده خوب بکنیم، مثل که برای جمهوری اسلامی ایران خوب فرصت آمده بود که زمانی که اسرائیل حمله کردن سرش، اسرائیل حمله کرد، اونا باید تغییری می آوردن. حداقل کسایی که از این عملیات را محکوم کرده بودن، عملیات اسرائیل را، مخصوصا آقای میرحسین موسوی چندین سال صدر اعظم بود و او هم
این حمله اسرائیل را سخت محکوم کرده بود، اما اونا تغییر نآوردن. نه تنها تغییر نآوردن بلکه همون شکل که بودن هستند. حالی هم ما فرصت استفاده از فرصت ها را نداریم. ما خب میفهمیم که در طالبا پتانسیل فرصت استفاده از فرصت وجود نداره. اگر نه بهترین فرصتی بوده که اونا اگر با مردم مراجعه میکردن میگفتن که ما 4 سال حکومت کردیم، بسیار مصروف بودیم، این قانون اساسی، مردم شما چی میخواین؟ باز بعد از او و حداقل همین ضرورت هایی که نیازهای اولیه‌ای که مردم داره اونمو رو عملی میکردن، انجام میدادن. مگر نه اینا فکر میکنه که 40 میلیون انسان را ما یرغمال گرفتیم، حتی برای ما مالش و جانش همه چیز رواسته. اینجا است که ما از فرصت ها استفاده نمیتونیم کرده. ولی چیزی که میگن که خب البته یک چیزی دیگه هم هست که اینا بسیار فکر میکنن که سیاست یعنی دروغ. هر اندازه دروغ که بگویی تو موافق هستی، سیاستمدار خوب معلوم میشه. به هر حال انشالله که سلامت باشین، زنده باشین. بسیار تشکر استاد بزرگوار. استفاده کردیم. تاریخ مستند و جامع بود از به وجود آمدن پاکستان آغاز شد. عرض سلام دارم خدمت شما حاضرین در برنامه و مخاطبای بسیار محترم رادیو کتاب، و تشکر فراوان از اینکه نوبت دادین و یک تشکر هم از جناب استاد. مسئله را که من میخواستم کمی به او تماس بگیرم، ولی جنابشان بسیار مشرح توضیح دادن، دیگه نیاز نیست که من به او پردازم. ماهیت جنگ پاکستان با افغانستان یا حمله، اصلا جنگ هم که حمله پاکستان به افغانستان بسیار مشرح و بسیار واضح و تمام کمال توضیحات دادن. ولی من آنچه که در رابطه به این مسئله میگم، اظهار تاسف میکنم. اظهار تاسف از این میکنم که در چند روزی که یمی حمله آغاز، جای تاسفش اینجاست که ما در رسانه‌های اجتماعی میبینم ای کاش آدمای بی سواد ما این کارو میکردن، ولی متاسفانه کتابخانه و با سواد و تحصیل کرده های ما جانب پاکستان میگیرن و اگر جانب پاکستان هم نمیگیرن از عملات پاکستان خوشحال هستند و این برای من تاسف آور است. من اصلا نمیفهم چطور آدم توجیه بکنه که یک تعداد از آدمایی که مثلا امو قدرت خود از دست دادن یا منافع خود از دست دادن حتی حاضر هستن با همی حمله که صورت هم گرفته دوباره. ولی ما به این نمیفهم که چرا قدر ما ضعیف اندیش شدیم که فکر میکنیم اگر پاکستان حمله بکنه و احیانا طالبان سقوط بکنه، ما دوباره این پاکستان شاید یک حکومت بهتر و مطابق به منافع ما را برای ما ایجاد بکنه. من نمیفهم این ایده از کجا آمده که ما طرفداری حمله هستیم. ما ایراد زده شدم از شنیدن یک همچون مسئله. ولی اصل مسئله ای است که اینمی نکته یک چیز را به ما نشان میده. امویی را که شما اسمش گذاشتین فروپاشی اجتماعی، اینمیه که یک تعداد از افراد اشخاص در این جامعه به یک سطح رسیدن که از حمله یک بیگانه به کشورشان، از حمله یک بیگانه به کشورشان اظهار حمایت میکنن. اینمی اون فروپاشی اجتماعی است که شما اسمش بردین و دلایل زیادم داره. اگرچه که شما اسمش فروپاشی اجتماعی موندین، ما اون کلمه اصلیش میخوایم به خاطر که فروپاشی اجتماعی کم معنایش با نفاق متفاوت تر است، به خاطر که فروپاشی اجتماعی یک کم نه که زیاد متفاوت است، ترمیم شما قدر ساده نیست، یک جریان دیگه را در بر میگیره و نفاق چیز دیگه است. ولی این مسئله را که شما پیش کشیدین یک مسئله بسیار بسیار هم پیچیده است، چند لایه است و هم اساسیت برانگیز است. صحبت کردن روی این موضوع شما باور بکنید به این سادگی ها نیست. اولا که یک زمان کلان میخواه، یک گفتمان کلان میخواه، ولی آنچه که شما فرمودین کوشش میکنیم بسیار کوتاه و مختصر اگر بتانیم جان مطلب بیان بکنیم. خود همین نفاق یا فروپاشی که دامنش ویرانی افغانستان هم است، تمام دنیا در تمام کشورها در همه جای عوامل زیاد داره، عوامل زیاد، ولی از دو منظر بهش میشه نگاه بکنید. یک منظر سیاسی و اجتماعیش است، یکی هم از منظر انسان شناسیش است، از فطرت انسانی، خصایص انسانی، خصایل انسانی. باید از دو منظر به این میشه نگاه بکنیم. اول اگر از لحاظ اجتماعی و سیاسیش ببینیم، عوامل داخلی داره، عوامل خارجی داره، ولی عوامل خارجی نقشش قدمه دوم قرار داره، در قدمه اول قرار نداره، مگر ای که عوامل داخلی زمینه ساز باشه بر عوامل خارجی، که در افغانستان متاسفانه همه تو یک چیز واقع شده. عوامل یا عوامل داخلی باعث شده که عوامل خارجی
نقش اول بگیره و سرنوشت ساز باشه برای ما و زمین ساز امی فروپاشی و امی شما میگین فروپاشی، من به ابتدا به شما که مثل امام جماعت واره اقتدا به شما میگم فروپاشی اقتصاد، فروپاشی اجتماعی. ولی از لحاظ داخلی زمینه های زیاده داره، اختلاف قومی و زبانی است، ولی اساسش اصلیش ضعف رهبری است، ضعف رهبری سیاسی است. وقتی که رهبری سیاسی ضعیف باشه منابع به گونه عادلانهش توزیع نمیشه. وقتی که منابع به گونه عادلانه توزیع نشد در اجتماع، در جامعه، همینجا است که مردم مخصوصا در کشورهای در جوامعی که عقب افتاده هستند، که از لحاظ سواد کم سوادتر هستند، وقتی که منابع به صورت عادلانه توزیع نشد یک مشکل پیش میاد. اون مشکلی است که اینمی مردمای کم سواد، حتی ما دیدم مردمای باسواد، یک مسئله دیگه است که شاید چند دقیقه بعد برش برسیم اگه فرصت مون، این مردم کم سواد یا این مردمی که از لحاظ سیاسی حداقل کم سواد هستند، اینا در دام تیکدارای قومی میفتن، در دام روحانیون استفاده جو میفتن. اینا را به عناوین مختلف به نام مذهب، قوم، زبان یک گروه بندی میکنن و اینا را مانع یک چیزی که اینا باعث از چی میشه؟ باعث از این میشه که اینا نگذارن که این از مناسبات قومی و قبیله‌ای بیرون شوند و به یک آگاهی و یا به شناخت هویت ملی برسن. یعنی در مجموع همش برمیگرده به ضعف رهبری سیاسی که ما ضعف رهبری سیاسی را از دوران‌های مختلف داشتیم. حتی اگه ما بخوایم بریم به دوران امیر امان الله خان، میبینیم که با این که یک شاه متجدد است میخواد، ولی چون ضعف رهبری وجود داره، چون هنوز آشنایی طوری که باید و شاید در یک اجتماع شناسایی وجود داشته باشه او شناسایی وجود نداره. اصلاحات هم که میخوای اصلاحات قبل از وقت است، امی خودش یک نوع ضعف رهبری است. بعدش ما میایم به دوران نادرخان میبینیم، پادشاهی نادرخان میبینیم، اینا علاقمندیش استعدادشان در این است که سلطنت قوت ببخشند، ولی هیچ وقت در پی از این نیستن که یک هویت ملی ایجاد بکنند، چون تقویت سلطنت ناعادلانه بوده، از لحاظ یعنی به شکل عادلانه صورت نمیگرفته، مسائلی که باید در نظر گرفته میشد در نظر گرفته نمیشد. بنان اینمی مسئله اینمی باعث میشه که مردم دوباره هنوزم به لایه‌های قومی و قبیله‌ای برگردن. اما تو برگردین بیاین در دوران خلق و پرچم که خوب میبینین که چون مسئله یک ایدئولوژی بسیار مزخرف دیگه است، او یک برنامه‌های دیگه را دارن، او به خاطر تحکیم قدرتشان گاهی اوقات این مسائل دامن زدن. بعدش هم میبینیم که حکومت از اونها که سقوط میکنه وقتی که مجاهدین بازم همون مسئله قدرت است، همون مسئله منافع است، اینا بازم مردم رو در گرد خود به نام زبان قوم پا جمع کردن، گرد آوردن و اینا رو اصلا چون منافعشان ایجاب میکنه اجازه نمیتن که برن به هویت ملی، بلکه همیشه کوشش میکنن در یک دایره امو هویت قومی و قبیله‌ای نگاه بکنن. وقتی که ما میگیم نفاق و ویرانی، وقتی که نفاق آمد، وقتی که مردم متفرق بودن، وقتی که فروپاشی به قول شما فروپاشی اجتماعی پیش آمد، ویرانی حتما به دنبال خود داره که ما دیدیم ویرانی هایشه، ما دیدیم. و مخصوصا وقتی که مسئله شعله‌ور شد، این مسئله باز شد بعد از کودتای کمونیستی، ما دیدیم که همین مسئله چقدر باعث ویرانی افغانستان شد. هم از زیرساخت‌های اقتصادی بگوین، زیرساخت‌های اجتماعی بگوین، زیرساخت‌های تعلیم و تربیت بگوین، نظر که بگوین. ولی راه اصلیش که ای که ما از این بنبست این خود بتانیم بیرون بکنیم چی است، یا ما بخوایم از این حالت بیرون شیم، چی راههایی وجود داره؟ اولین مسئله بازم میگم، با تکرار میگم، به نظر من رهبری ملی و عدالت محور است. وقتی که ما رهبری سیاسی عدالت محور داشته باشیم و ملی داشته باشیم، یعنی مشروعیت ملی داشته باشه، واقعا که او خود همون رهبری کوشش میکنه که این مسئله را جمع بکنه و ما را به یک هویت ملی برسانه. حال ما به هویت ملی هنوز در افغانستان متاسفانه دومی که آگاهی دی است که نظام آموزشی خود ما باید ترتیب و تنظیم بکنیم. مثلا یک مسئله را در چند جای ما دیدم، آشتی میان اقوام بین خود جنگ نکردن که آشتی بکنن. کدام جنگه که ما آشتیش کدام است؟ اگر عدالت برقرار باشه، بعضی اوقات که ما میبینیم که بعضی اختلافات بین اقوام وجود داره، بازم میگم از ضعف رهبری است، از نبود یک رهبری سالم است که ما مواجه شدیم با این مسئله. چون بازم میگم، به تکرار میگم، چون یک مسئله بسیار بسیار اساسی است. وقتی که منابع عادلانه توزیع نشده، اختلاف منافع پیدا میشه، تضاد منافع به میان میاد. بعضی اوقات بین اقوام میگه اختلاف بین اقوام نه، بین اقشار جامعه اختلافات پیش میاد. ولی ای که ما بگیم آشتی ملی، ما جنگ نکردیم که آشتی بکنیم. فقط نیاز به این داریم که
بهترتر فکر بکنیم، آگاهتر شویم و بتانیم از این بنبست خود بیرون بکشیم. و بر از که ما از این بنبست بیرون، همونطور که جناب فروتن فرمودن، ما یک قانون اساسی جدید کار داریم، یک قانون اساسی مبتنی بر منافع ملی افغانستان نیاز داریم، یک حکومت عدالت محور نیاز داریم و یک حکومتی که مردم بتونه در این رابطه آگاهی بده، ایایی که نیت ایجاد یک هویت ملی داشته باشه. رهبرای کاریزماتیک، یک رهبرای جدید و جوان را نیاز داریم که اینا نیتشانی باشه که این جامعه را از این حالت بیرون بیارن، برن از حالت قبیله‌ای و از حالت قبیله گرایی بکشن و به طرف یک هویت ملی ببرن. هر وقت ما نیت این کار داشته باشیم، من مطمئن هستم که پیروز میشیم و میرسیم به این. ولی متاسفانه در افغانستان از ادوار گذشته، جناب فروتن یک تاریخ مختصر، یک تاریخ کلان به گونه مختصر بر ما بیان کردن. در اون ما دیدیم که در عمود دیده میشه که از گذشته های دور در افغانستان یک همچون نیتی وجود نداشت، یک همچون نیتی وجود نداشته. اگر یک همچون نیتی وجود داشته باشه، من مطمئن هستم که ما به این معضل نقطه پایان خود گذاشتیم. بسیار تشکر. حتما دوستای دیگه هم صحبت میکنن، ان شاء الله اگه باز فرصت رسید صحبت خود کردیم. بازم تشکر. تشکر از شما. چند نکته اینجا سوال است از شما. یکی ضعف رهبری افغانستان یاد کردین، رهبری سیاسی را مثال زدین از امان الله خان که به شهادت اکثریت مورخین اصلاح طلبترین شاه افغانستان است. امی ضعف رهبری را در مقایسه با سایر کشورها من جمله کشور پاکستانی که از او بسیار ناله داریم، چی رقم ارزیابی میکنین؟ انجینر صاحب خدمت شما میرسیم. ببینید، اولا در رابطه با شاه، واقعا همونطور که شما گفتین اصلاح طلب و متجدد افغانستان، یگانه شاه امان الله خان، باید بگوییم که واقعا دقیقا همونطور. ولی متاسفانه اوضاع همون زمان با آنچه که اونا به عنوان اصلاحات پیشکش کرده بودن همخوانی نداشت. مشکل خوبی خی درست است. همین که ضعف رهبری میاد، رهبری که ما گفتم ضعف است، همین هم ضعف رهبری است. چون وقتی که شما شناخت از جامعه تان، از اجتماع، از موقعی که شما در زندگی میکنید نداشته باشین، همین ضعف رهبری است. ولی ما نمیگم او آدم برای ما قابل احترام است. واقعا یکی از کسایی بوده که پایه‌گذار اصلاحات در افغانستان بوده. او رو نمیشه آدم از او چشم پوشی بکنه و او را با چشم نگاه پایین نگاه بکنه. هیچ امکان نداره. امان الله خان یک انسان قابل افتخار است برای تمام افغان. هر کسی که خود افغان فکر میکنه، امان الله خان برش یک انسان قابل افتخار است، یک پادشاه قابل افتخار. ولی این که شما گفتین ضعف رهبری در افغانستان نداره، بازم من میرم به طرف صحبت‌های با تایید صحبت‌ها یا با استفاده از معلوماتی که جناب فروتن ارائه کردن. پاکستان در یک شرایط دیگه ایجاد شده. پاکستان یک سیستم حکومتی که بریتانیای کبیر داشته در بین مانند بریتانوی را تسلیم گرفته. با تمام همون سیستمی که وجود داشته، مثلا سیستم پارلمانیش رو ببینید شما به اون شکل است، سیستم حکومتداریش رو ببینید همون. ولی در افغانستان یک همچین چیزی نبوده. مخصوصا بعد از اینکه اعلیحضرت محمد ظاهر شاه از قدرت خلع میشه، شما ببینید که یک نوع ارج و مرج دیگه در افغانستان پیش میاد. و این ارج و مرج، من پیشتر گفتم میخواستم بگم، یکی از نقاط بسیار بسیار مهمه که در نفاق ملی یا در فروپاشی اجتماعی نقش داره، میارج مرج است. چون انسانا نوبت به اون نرسید. خوب شد شما گفتین، من میخواستم اینا به یادم اومد، ببخشید. گفتین همسن سال هستین، مگر من حافظه‌ام یکم ضعیف شده. انسانا فطرتا قدرت طلب هستن. وقتی که اگر ارج مرج پیش میاد، فوراً منافعشان فکر میکنن که منافع ما همینجا هست و میتونیم قدرت طلبی بکنیم و میتونیم به اون برسیم. بنان در افغانستان امی شیوه استفاده میکنن، امی شیوه نفاق استفاده میکنن، با امی شیوه نفاق میخواین خودشان بر. ما دیدیم، مال اسم گرفتن خوب نیست، درست نیست در رادیو یا پادم نام کسایی رو بره، ولی ما دیدیم تکدارای قومی را، ما دیدیم کسایی را که امی لازم انوزم و مردم انوزم در پشتر شد. ما یک داستان کوتاه یک دفعه دیگه هم نمیفهم گفتیم. ما کسی را دیدم که در دوره اول طالبا خودش فرار کرد، بادیگاردای خود در خانه خود رها کرد. مردم محل بر بادیگارد گفت برو که طالبان میاد. گفت نه، هنوز و آدم میاد. گفت و آدم بعد از جبل سراج هم تیر شده. و بادیگاردار کم وقتا مردم محل پرانتنبان دادن، اونا سلاح خود رها کردن، فرار کردن، رفتن. دور بعدی حکومت طالبان سقوط کرد، حکومت جمهوریت آمد، و آدم برگشت وزیر شد. ما رفتم بازم دیدم که عمو مردم ها بازم با مو آدم پیدا میکنن. شما ببینید ما در یک سطح قرار داریم که اینمه قدر هم درک وجود نداره. خود دور قبلی خود مرا ترک رها کردی، پس تو آدم قابل اعتماد نیستی. اما سطح سواد آگاهی مردم به سطح پایین است که اونم آدمی که تکدار قومی که یک سالارم به سر زده
خودش رهبر هم قولی میدانه، هم رهبر حزبی میدانه، هم رهبر مذهبی میدانه، مردم در گردش جمع میکنه، به نام قوم قبیله با هم دیگه میاندازه، به نام مذهب. و از همه مهمتر در افغانستان یک مشکل اساسی مسئله مذهب هم است. معذرت، اگه اینطوری بگوییم که چون سیستم پاکستان مبتنی بر یک سیستم پخته انگلیسی بوده او موفق است و افغانستان اینمی سیستم ایجاد نتونست، خب یک سوال ایجاد میشه که ما چرا اینقدر ضدیت داریم با پاکستان؟ برای من بسیار جالب هم است. او طرح هم نیست که ما فکر کنیم پاکستانی ها بسیار موفق هستند، نه خیر. همین جنگی که امروز در افغانستان یعنی حمله که انجام دادن، یکی از دلایلش همین ورشکستگی اقتصادی از ایناست. اینا آنقدر ورشکسته شدن که حالا میخواین توجه مردم خودشان از اون حالتی که در پاکستان است به دور بسازن، جلب بکنن به یک مسئله ملی، او یک جنبه ملی بتن که ما مورد حمله قرار گرفتیم یا ما جنگ ملی است یا این است. اونا بسیار موفق نیستن ولی بازیگرای خوب هستن. معمولا همسایه ها در پهلوی یکی دیگهشون کوشش میکنن که با آرامی زندگی بکنن، چون اونمطور که اوضاع جوی یک کشور به کشور دیگه اثرگذار، مثل که یک زلزله اگر در افغانستان شود، پس لرزه‌هایش یا لرزه‌های ضعیفش حداقل در پاکستان هم حساب میشه. اونمطور منافع اقتصادی، اجتماعی یا اثرات با هم دیگه خود اثرات داره، با هم دیگه خود ارتباط دارن. اونم اوضاع اجتماعی و اقتصادی هم بالاه که دیگه با کشورهای همسایه ارتباط. مثلا من یک مثال سادهش میدم، امریکا و کانادا دو کشور هستن که طولانی ترین مرز در جهان دارن، با آرامی زندگی میکنن. اقتصاد کانادا بسیار شکوفا بود، همه چیز خوب بود. با آمدن جناب ترامپ و وضع کردن امی طرفه ها و گپا و یک نوع ایجاد تشنج بین کانادا و امریکا، چون دو تا همسایه هستن، وضعیت اقتصادی امروز در کانادا فروپاشی، در حالت فروپاشی نیست ولی بسیار خراب شده، چون دو تا همسایه با هم دیگه شون نتونستن، با هم نمیخواین یا در این حالت نتونستن با هم باشن. من نمیفهم که چرا ما یا به این که دلیلی که ما یک دوست دیرینه هندوستان هستیم با پاکستان دشمنی میکنیم. من نمیفهم دشمنی ما با پاکستان چرا نمیخواد هر دولتی که در افغانستان در عوض از اینکه یک سیستم همسایه‌داری نیک با پاکستان ایجاد بکنن، یا ای که پاکستان هم در این نقش داره، پاکستان هم علاقمند به این گپ نیست و ما هم نیستیم. چیز گندم تر از چیز آسیاب کنده است. احترام نیست که شما فکر کنید که تنها گندم تر است. هم گندم تر از هم آسیاب کنده است. ما نمیتونیم که اونمو یک همسایه‌داری واقعی ایجاد بکنیم در یک صلح و صفا. هم از لحاظ اقتصادی برای ما مفید است، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ سیاسی. ما البته گمانم یا سیاه هاوش بخی قطع شده است. انجینر صاحب بزرگوار شما دست بالا کرده بودین، دفعه دوم شما شروع میکنین، بعد از او باز جواب سوالایی که ما از استاد داشتم میشنویم. بیننده های گرامی، تشکر از اینکه با ما بودین، با رادیو کتاب بودین. اگر برنامه های ما را تعقیب کنین متوجه میشین که هر روز ما یک گام به جلو برمیم. تاریخ هایی را که بازگو میکنیم بی تعصب، بدون غرض و مرض و با واقعیت های عینی جامعه تطبیق میگیم که چی بود. من باب مثال نقد محترمانه که در این برنامه به امان الله خان وارد شد، این به هیچ وجه قصد کم کردن احترام امان الله خان نیست، بلکه یادآوری بسیار مثبتی است. من لازم میبینم که یک نکته را هم از ایشان یادآوری کنم. وقتی در غزنی میرسه مردمای شیعه افغانستان که اکثریتشان هزاره است، میایه امان الله خان میگه تو فرار نکن، ما از تو حمایت میکن. امان الله خان با آه و اندوه میگه که او زمان سیل خون جاری میشه، چون این مردم سادلو شما را به نام رافضی گفته، هر چقدر بتونه قتل عام میکنه. آیا سردمدارای اخیر افغانستان مخصوصا بعد از ظاهر خان، بسیار به جرأت میگم، و بعد از داود خان، چون خود داود خان متاسفانه با کودتا به قدرت رسید، آیا حاضر بودن که در مورد خونریزی مردم فکر کنه؟ متاسفانه چون این چیزی نمیبینیم. یک زمان حکومت مطلقاً حزبی شد و بعد از حزبی خلاص شد، تنظیمی شد. بعد از او تکنوکرات هم که اما منافع افغانستان فراموش شد. اگرچه من یقین دارم دوستا با ما هم نظر است که یک چند برنامه باید دمی دستاوردهای 20 سال حکومت اخیر افغانستان ضبط کنیم، چون حداقل از نظر ساختمانسازی بسیار کار کردن و همچنان یک مقایسه شود که آیا خشونت ارتش سرخ زیاد بوده یا خشونت تو و امریکا و غیره. ما امیدواریم که هموطنای گرامی شما هم تشریف بیارین، با ما همراه شوین تا آهسته آهسته به مو ترتیب که افغانستان
برباد شده و گسست‌های اجتماعی ایجاد شده، این گسست‌ها را همونطور پیوند کنیم که بالاخره پیش بیایه و یک بار دیگه افغانستان پترک کنیم. این پترگر یک نمایشنامه بود از آقای کاظمی در یادم آمد. تشکر از توجه شما. میریم به قسمت دوم. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.